سلام، خوش اومدید به یک داستان ترسناک دیگه از کانال جنون. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت ببرید. این قضیه‌ای که میخوام براتون بگم خیلی عجیب و باور نکردنی هست و از جهات دیگه‌ای خیلی ترسناک. من خودم هنوز توضیح برای این جریان ندارم و هر بار با یادآوریش حالم دگرگون میشه، اما شاید با تعریف کردنش سبک بشم و کمی از فشار و بار روی دوشم کم بشه. ماجرا از این قراره که چند وقت پیش من خواب دیدم که توی مکانی شبیه بیابون هستم. حالم خیلی پریشون بود و در حال دویدن بودم، انگار از چیزی فرار می کردم. لباسام به هم ریخته و سر و صورتم خونی بود. با گریه و اضطراب مدام پشت سرم رو نگاه می کردم و با نفس زدن سعی می کردم به راهم ادامه بدم. نمیتونم چقدر گذشت که از تکاپو افتادم و ایستادم یه تجدید قوایی بکنم که یک دفعه یک دست پیچید دور پام و من با جیغ از خواب پریدم و دیدم تمام تنم یخ کرده و خیس عرقه. اون خواب عجیب به شدت عذاب‌آور و روی اعصاب بود و از اون چیزها بود که میتونست کل روزت رو خراب بکنه. اون خواب اونقدر واقعی به نظر می اومد که تا چند روز از فکرم بیرون نمی رفت و اذیت بودم، اما کم کم فراموشش کردم و دیگه بهش فکر نمی کردم. یه مدت گذشت و یک روز که داشتم از دانشگاه برمیگشتم شهر خودمون، ماشینم تو راه خراب شد و شبونه موندم توی جاده تاریک و فوق‌العاده ترسناک. نمیدونستم چی کار کنم و هر چقدر به مادرم اینا زنگ زدم گوشی رو بر نداشتن و از شانس بد من یکم بعد کلن آنتن پرید. جاده هم خیلی خلوت بود و حتی امداد خودرو هم از اونجا رد نمی شد. فقط تک و توک ماشین رد می شد که اون هم محض رضای خدا، حتی یه ترمز نمی زدن ببینن درد من چیه. من هم نه شماره امداد رو داشتم نه آنتن که تماس بگیرم تا کسی کمکم کنه. خلاصه چند ساعت ترسیده و درمونده و خسته مونده بودم توی جاده و نمیدونستم چیکار کنم که یکم بعد یک ماشین پیش پای من نگه داشت تا کمکم کنه. اونقدر خوشحال شدم که انگار دنیا رو بهم داده بودن. رفتم جلو و دیدم راننده یک فرد مسن هست و کمی خیالم راحت شد که حداقل مرد جوان و جاهلی نیست. اون مرد ازم پرسید چه اتفاقی افتاده و تک و تنها اینجا چیکار میکنم که ماجرا رو براش تعریف کردم و اونم بهم گفت برم سوارشم تا بریم اولین شهر و کمک بیاریم ماشینم رو درست کنیم. با اینکه کمی دودل بودم اما راهی نداشتم و خدا میدونست ماشین بعدی کیه و چیه و اصلا میاد کمکم یا خیر. پس رفتم کیف و وسایل ضروریم رو برداشتم و در ماشین رو قفل کردم و رفتم سوار ماشین اون مرد شدم. یکم که پیش رفتیم اون مرد پیچید داخل یک جاده فرعی که خیلی تاریک بود و همون ماشین تک و توک هم دیگه رد نمی شد. خیلی ترسیده بودم و هزار فکر به سرم می زد، اما سعی می کردم آرامشم رو حفظ کنم و خودم رو دلداری بدم. اما متاسفانه دلشورهام راست بود و کم کم اون مرد روی کثیفش رو نشونم داد. معلوم شد که قصد تجاوز به من رو داره و منم هیچ راهی به جایی نداشتم. اون مرد دیگه رسما من رو دستمالی میکرد
و من داشتم سکته می کردم. اما می دونستم اگه مقاومت کنم یا سر و صدا راه بندازم معلوم نیست که چی به سرم میاد. برای همین در حالی که دلم میخواست جیغ بکشم و گریه کنم و ناامید کمک بخوام، سعی کردم به خودم مسلط باشم و با سیاست کارو پیش بگیرم. پس تموم توانم رو جمع کردم و بهش گفتم اینجوری وسط جاده که این کارا نمیشه. لبخند مصنوعی رو زدم و در حالی که تو دلم شیون میکردم ادامه دادم. جایی رو سراغ نداری یکم استراحت کنیم و خیالمون راحت باشه برای ادامه؟ اون مردک هرزه و حرومزاده لبخند کثیفی زد و برق چشمهاش دلم رو لرزوند. گفت ته این جاده میرسه به یک روستای خلوت که خونه یکی از دوستهاش اونجاست و بریم که هماهنگ کنه و از این حرفا. داشتم از ترس و استرس میمردم، اما خوشحال بودم که یکم زمان خریدم. هیچ ایده‌ای نداشتم و میخواستم چی کار کنم، اما مدام تو دلم خدا رو صدا میزدم که کمکم کنه. یکم که پیش رفتیم فکری به سرم زد و گفتم من خیلی تشنه هستم. جایی هست یه چیزی بخوریم؟ گلومون تازه بشه. اون مرد کمی فکر کرد و گفت باید برسیم تو روستا و از دکان یا قهوه خونه چیزی بگیریم. منم از فرصت استفاده کردم و گفتم چقدر مونده برسیم؟ اون مرد سرش رو خاروند و گفت حدوداً 20 دقیقه. گفتم پس عقب رو یکم خلوت کن که من برم دراز بکشم چون خیلی خسته شدم. چون موقع سوار شدن گفته بود عقب وسیله دارم باید جلو بشینی. اون مرد با کمی منمن قبول کرد و یکم جلوتر نگه داشت. با تردید نگاه هم می کرد و من همه سعیم رو کردم تا بهش لبخند بزنم. اونم لبخند کثیف و دندون نمایی زد و از ماشین پیاده شد. رفت عقب مشغول شد و منم به هوای رفتن به عقب پیاده شدم. میدونستم اگه همینطوری پا به فرار بذارم 2 دقیقه نشده من رو گیر میندازه و تو اون ناکجا آباد تا بخوان جنازه‌ام رو هم پیدا کنن 7 تا کفن پوسوندم. اون مرد اونقدر غرق شهوت و افکار شوم بود که متوجه نبود من دارم کم کم به در نزدیک میشم و به در جلویی رسیده بودم و یواشکی دنبال یه وسیله برای دفاع میگشتم. تو همون حین چشمم افتاد به قفل فرمون ماشین. منم سری برش داشتم. تموم وجودم از استرس میلرزید و تموم تنم یخ کرده بود، اما مدام به خودم میگفتم میخوای زنده و سالم بمونی باید محکم باشی و همه سعیت رو بکنی. کف دست هام عرق کرده بود و بارها از شدت اضطراب قفل فرمون از تو دست هام سر خورد، اما من هر بار مصممتر و سفت‌تر از قبل تو دست هام فشارش میدادم. بارها خواستم دستم رو بلند کنم و قفل فرمون رو بزنم توی سر اون راننده، اما ترس مانع شد و عقب کشیدم. تو افکار خودم غوطه‌ور بودم که اون مرد گفت خب اینم از این، و تا خواست کمرش رو راست کنه تو یک لحظه تصمیمم رو عملی کردم و محکم کوبیدم توی سرش. صدای فریاد اون مرد همراه با پاشیدن خون روی کل هیکل من همراه شد و من از شدت وحشت به گریه افتاده بودم. اون مرد شروع به فریاد و چنگ زدن به لباس من کرد که از شدت فشار از چند جا پاره شد. منم بی اختیار جیغ کشیدم و یک بار دیگه زدم توی سرش
و قفل فرمون رو پرت کردم همونجا. با چه حالی شروع کردم به دویدن خدا میدونه. چند بار برگشتم به پشت سرم نگاه کردم. زیر نور ماشین تشخیص میدادم که اون مرد بی حرکت افتاده، اما هر بار جلوی روم میدیدمش با همون لبخند چندش آور و زشتش. کم بعد هم از جلوی چشمم محو میشد و من با قدرت بیشتری با پا به فرار میذاشتم. اونقدر دویده بودم که سینه‌ام میسوخت و سرم سبوک شده بود. با اینکه خیلی از اون راننده دور شده بودم، باز هم برمیگشتم و پشت سرم رو نگاه میکردم تا مطمئن بشم دنبالم نمیکنه. کم کم انرژیم تموم شد و به خسخس افتادم. قلبم داشت از جا کنده می شد و نایی برام نمونده بود. ایستادم تا نفسی تازه کنم که کمی بعد یک دفعه یک دست پیچید دور پاهام و من جیغی بلندی کشیدم. به شدت خوردم زمین و تا به خودم اومدم دیدم دارم روی زمین و روی خاک کشیده میشم. میون جیغ و گریه و التماس هام سعی میکردم برگردم عقب و ببینم که کی داره من رو روی زمین اینجوری میکشه، اما اونقدر سرعتش زیاد بود که موفق نمیشدم. انقدر به زمین چنگ زده بودم و تقلا کرده بودم که بیحال شده بودم. تمام صورت و دست هام از شدت برخورد به خاک و خاشاک زخم شده بود و به شدت درد داشتم و میسوخت و خونریزی داشت. به وضوح مرگ رو جلوی روم میدیدم و اون لحظه فقط با تمام وجود خدا رو صدا می زدم و التماسش می کردم بلایی سرم نیاد و به جوونی و نجابتم رحم کنه. نمیدونم چقدر تو اون حال بودم که چشمام بسته شد و دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی بیدار شدم توی درمانگاه بودم و هنوز گیج و منگ. یکم بعد پرستار اومد بالای سرم و بعد دکتر اومد معاینم کرد. کمی بعد هم پلیس اومد تو اتاق و بعد از احوال پرسی از من پرسید چه اتفاقی برام افتاده. کم کم یادم اومد که چه بلایی سرم اومده و از ترس زدم زیر گریه. با خودم فکر کردم حتما فهمیدن که من قاتل هستم و اومدن که منو دستگیرم کنن. وقتی به این فکر میکردم که به خاطر یه حرومزاده من رو میبرن زندانی و اعدامم میکنن، رسما به حق حق افتادم. مأمور بیچاره با دیدن حال روزم ناراحت شد و گفت چرا گریه میکنی؟ هرچه هست بگو تا کمکت کنم. زبونم انگار لال شده بود و فقط از ترس به خودم میلرزیدم. اون مأمور خیلی آروم و مهربون بود و یک لیوان آب دستم داد و بعد نشست روی صندلی کنارم و منتظر شد. کمی از آب نوشیدم و با خودم گفتم ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. پس خودم اعتراف کنم خیلی بهتره و بار گناهم کمتر. بعد هم سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کردم براش. با هر کلمه من چشمهای اون مأمور گردتر می شد و قیافش متعجبتر، اما حرفی نمی زد و فقط گوش می داد. وقتی صحبت هم تموم شد اون مأمور گفت که یکی به صورت ناشناس زنگ زده و گفته من رو تو اون وضعیت پیدا کرده، اما هیچ شخص، جنازه یا ماشینی اون دور و بر نبوده، چون به خاطر شرایط من تموم اون اطراف رو گشته بودن، بلکه چیزی پیدا کنن و هیچ خبری نبوده. پس منتظر شدن خودم به هوش بیام و بگم تو اون روستای دور افتاده چی کار میکردم.
من از شنیدن حرفای اون پلیس اونقدر شوکه شدم که دوباره از حال رفتم و این بار که به هوش اومدم خانوادم با نگرانی کنارم بودن. یک دوری دیگه با ترس و گریه جریان رو برای خانوادم گفتم و اونها گفتن پلیس بهشون چیزهایی گفته اما با واقعیت همخونی نداشته و دکتر گفته ممکنه به خاطر ضربات شدید دچار توهم شده باشم و از این حرفا. بعد اون جریان و بهتر شدن حالم چندین بار دیگه این داستان پیگیری شد اما هیچ اثری از اون شخص یا ماشین یا جنازه پیدا نشد و پرونده این ماجرا به کلی بسته شد. هرچی که بود پای من این وسط گیر نشد و خدا رو شکر همه چیز از سرم گذشت. اما من مطمئن هستم همه این جریانات واقعی بود و اون خوابم تعبیر شده بود. برای همیشه این سوالات که اون شب چی شد و اون حرامزاده کی بود و چی بود و چه بلایی سرم اومد و کی من رو نجات داد توی مغزم تکرار میشه و هر بار که تو ذهنم بهشون فکر میکنم بیشتر بی جواب میمونم. پایان این داستان. دوستان امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید و فراموش نکنید با نوشتن کامنت و نظراتتون به ما در ساخت ویدیوهای بهتر در آینده کمک خواهید کرد. پس حتما نظراتتون رو در قسمت پایین این ویدیو برامون بنویسید و با لایک کردن ویدیو از ما حمایت کنید. خدا نگهدار تا داستان بعدی.